شما مسافرت خوش گذشت بهتون؟ بله جای شما خالی، فقط یکم همدان سرد بود. آخه منم خیلی دوست داشتم بیام ولی دیگه جابجایی‌ها نذاشت. ان شاءالله خیلی خوش اومدین. دست شما در صفا آوردین. بفرمایید. چه خبره؟ جعفر آقا چطورن؟ خوبن. پس چرا تشریف نیاوردن؟ از شما چه پنهون، تازگی‌ها توی شرکت استخدام شد. به چه خوب. خیلی خوب. سر پیری و معرکه گیری. میگه تازه باز نشست نشده بود. آخه تو خونه حوصله‌شون سر میرفت. میگه مرد بشینه تو خونه میشه خاله زنک. به حق حرفایی نشینده. مرد خاله زنکی هم از اون حرف هاستا. جعفر آقا از اولم خیلی مرد با جنمی بود، تو خونه بند نمیشد. یادت رفته؟ البته از وقتی که دختر کوچیکش ازدواج کرد رفت خیلی تنها شدن تفلکیا. خب حالا از این دو ماده راضی هستین؟ بله خدا رو شکر. خوبه؟ بله. منم تا 10 دفعه به محبوبه گفتم که نگاه به این دیاماغه عمل کرده و شل راه رفتنش نکن. خیلی متشکرم. جوونی زرنگیه. خوبه. خیلی متشکرم، شما لطف دارین. نه بابا این حرفا کدومه لطف کدومه. ببینه آدم باید خوبا بگید خوب بعدم بگید بعد. راستی دختر سلیم خانه میشناسی؟ بله. چی پر فیسا افاده شا بار 10 تا علاقه بکنی نمیتونم بچشم. اما رفتارشون وقتی آدم میره تو خونشون ها از دم اتاق پذیرایی تا دمی در خونه ظرفی چرچ و نشسته چیدم بلنگواز. افشار غیبت نکن زشته. غیبت با کدومه؟ محبوبه جون اینی که راست میگه دیگه آدم رغبت نمیکنه خونش بره. بله. بابا اون طفل معصوم آخه سن و سالی نداره بدبخت. خیر دختر بود که شوور چند این حرفا کدومه؟ میگم ها نمیدونم شما هم شنیدین یا نه. شنیدم که تا 3 دفعه رفته سقری سن گرفته. منم شنیدم. شنیدین؟ یه چیزی هم من شنیدم نمیدونم شما هم شنیدین یا نه. شنیدم تازه گرفته پوستشم کشیده. بس افشار این حرفا چیه میزنی زشته؟ نه خب من حقیقتش میگم اون چه شنیدم میگم. پسر حیف شد واقعا حیف شد. خانم ببخشین من یه کاری تو آشپزخونه دارم الان میام. نه بیشین تازه صحبتمون گل انداخته بود دور هم. حالا به ناصر چی کار داری؟ حتما کار دارم که میخوام برم. اجازه میدین؟ بله. خانم شما خواهش میکنم میبتونو بفرمایید تا من بیام خدمت. با اجازت. خیلی عذر میخوام. خب تعریف کنی ببینم. الو ناصر. سلام مامان جون. مادر میتونی بیای خونه کارت دارم. نه بابا نمیتونم باشگاه ول کنم بیام اونجا. مسئولیت دارم من این حرفا حالیم نمیشه. پاشو بیا من از دست بابات نجات بده. باز چی شده؟ بابا من 2 تا مهمون زن دارم اومده نشسته پیش اینا همینطوری یک ریز داره حرف بزنه امون به من نمیذاره اصلا من حرف بزنم. بابا ما گفتیم چی شده؟ اون که یه گوشه نشسته با کسی کاری نداره. آخه بابا چه معنی داره که آدم بیا بشینه پیش چند تا خانوم؟ اصلا میدونی چی کار میکنم؟ میفرستمش بیاد اونجا پیش تو. نه اینجا محیط کاری ها. شما یکم صبر کن من ببینم چیکار میتونم. میخوای چه کار کنی آخه؟ من نمیتونم. هر کاری میخوای بکنی بکن تا اینجا دیگه آشوبی به پا نکرده ها. زود باش بجم. بابا چشم مامان جان. شما حاضرش کن من فراخو میفرستم دنبالش. خیلی خوب باشه. چیزی شده ناصر جون؟ نه تو فکر باشگاه. چه خبره مگه؟ چیزی نیم. فقط برای اینکه مشتری باشگاه زیاد شه ما باید تو مسابقات مقام بیاریم. تنها کسی هم که میتونه مقام بیاره انگیزه نداره. این چه حرفیه میزنی ناصر جون؟ بحث انگیزه و این حرفا نیست. گرفتار اینجا. بله عذر شما که موجهه ولی من منظورم این پسره بیوکه. همون که قهرمان لیگ 2 بود؟ دیدی که چه بدن استوق استالی داره. آره خب دردش چیه؟ چون میدونم روزی 4 ساعت هم بهش تمرین میدم اما دقیقاً 2 مسقال عضله اصلا حجم نمیاره که. خب من میگم به جای این کارا چرا دکتر افشار کمک نمیگیره؟ گرفتی ما رو. نیما همینجوری تو ساختمون راه میره آبروی ما رو میبره. حالا اون بیاد مسابقه قهرمان بشه. نه اشتباه نکن. منظورم اینه که به عنوان مشاور ورزشی کنار تیمت باشه.
ببینم تو طرف منی یا طرف تیمای حریف. اگه روانشناسی و اینجور سوسول بازی‌ها جواب میداد که نیما هیکلش این نبود. اشتباه نکن ناصر جون، امروز علم ثابت کرده که آمادگی روحی روانی خیلی مهمتر از آمادگی جسمانیه. تازه من خودم هم زخم خورده این قضیه. مگه تو قبل از اینکه بیای باشگاه ما ورزش می‌کردی؟ ما واسه خودمون تو فوتبال ایتالیا بروبیایی داشتیم. بهم میگفتن سانسو پرانسیکو. پس تو ایتالیا به ورزشکارا فوش میدن. فوش چی آقا ناصر؟ سانسو پرانسیکو یعنی پرنس سانسیرو. طرفدارام اینجوری صدا میکردن. تو چه پستی بازی میکردی؟ سانت فوروارد بودم ناصر جون. ببین باورت نمیشه از هر کجای زمین توپو سانت میکردن سر به پا توی دروازه بود. میخواد هر کی سر دروازه باشه. ببینم. آره معلومه کلت خیلی سابیده شده. اما ناصر جون حیف که عمر روزای خوش کوتاه بود. غم غربت بیچارم کرد. طوری شده بود که افت کردم و یه بغل پای ساده هم نمیتونستم بزنم. آره دیگه تو ایتالیا هم قحط الرجال روانشناس. نه چیز بود، نه اینی که نبود، ولی میدونی که اونا ایتالیایی حرف میزدن منم اصلا متوجه نمیشدم. حالا اینو ولش کن. ببین اگه میخوای تیمت قهرمان بشه یه روانشناس ورزشی کنار تیمت بذار. باشه بابا جون باشه. چطوری داشت فرخ؟ آقا جون شمایی؟ شیطونا داریم با هم حال میکنینا. کلانتری برای چی آقا جون؟ خیلی خوب آقا جون الان میام آقا جون چشم. میگم آقا فرخ یه نگاه به این هیکلی من بنداز. ببین من خیلی لازونیم. منظورم این است که جون و جریق زندون رفتن رو ندارم. میخواستم از زدی خواهش بکنم که شما مسئولیت خودت به گردن بگید. بگو من مقصرم. عوضش من روزی 2-3 بار میام ملاقاتت برات میوه و شیرینی هم میارم. نه پدر جون دست شما درد نکنه. من تازه از حبس اومدم بیرون. حال و حوصله حبسم دیگه ندارم. شما خودت برو من واسه شیرینی میارم. سربان به به. آقا جون خوبی؟ آقایون افشار میبینم باز جمعتون جمعه. چی شد جان سربان؟ چی بگم؟ آقایون در حال حرکات نمایشی و مانورهای خطرناک با موتورسیکلت گرفتم. دست درد نکنه داش فرخ. این رسم امانت داری؟ این پیرمرد سپردم دستت که نصف جونش کنی. اگه سکته می‌کنی چیکار می‌خوای بکنی؟ آخه پیرمرد داره سکته می‌کنه. من از ایشون شکایت دارم. به چه جرمی؟ به جرم به خطر انداختن جون یه پیرمرد. اتفاقا پدر شما رانندگی میکرده آقای افشار. کار نداره. به اتو میزنن. واقعا؟ بله واقعا. خوشبختانه مأموری که داشته تعقیبشون میکرده چند تا عکس گرفته ازشون. بفرمایید ملاحظه کنید. بفرمایید. آقا جون ببین تک چرخ. آقا جون این شمایی؟ آره بابا ببینم. آره بابا ناصر جون نیما بابا نگاه کن. ببین چی طلای کشیدم اینجا. میخندی؟ اینجا رو نگاه کن. اینجا تو میدون بابا تک چرخ زدم فرخ هم پشت سرم نشستی. شونه منو صفر گرفته بود. نزدیکود پرچه. داشت زنه فرج میشد. بفرمایید اینم هست آقا جون بفرمایید. ببخشید میشه ازتون خواهش کنم که یه چند تا از این عکس بده بخوری. من میخوام بذارم تو آلبومم یادگاری داشته باشم. نخندید آقای افشار. اتفاقا یه سری از اینا چاپ میکنم بهتون میدم به کاراتون فکر کنید. مادر جون زودتر بفرمایید چه فرمایشه داری. من زودتر باید برم نازنین تنهاست. یعنی البته من خودم هم کار دارم. آره مامان جان زودتر بگو چون کارت ترددش تا 9 بیشتر اعتبار نداره. اگر میخواین ازتون راضی باشم کمکم کنی. خیلی خوب شما هم بفرمایید. الهی قربونتون برم. باباتون اصلا یه جوری شده تو خونه همینطوری راه میره بهانه گیری میکنه کارهای عجیب غریب میکنه. اصلا دیگه جونمو گرفته. نمیدونم باید چه کار کنم اصلا. این که مشکلی نیست مادر جون. ببینید اساسا مردهایی که به دوران بازنشستگی میرسند دچار سردرگمی میشن و برای اینکه روحیه‌شون بخواد ترمیم بشه باید
حالا باید چیکار کنیم مادر جان؟ خب من میگم شما تو این دوست و آشنا نگاه کنین، بپرسین، پرسجو بشین، اصلا ببینین کسی پیدا میکنی یه کاری براش پیدا کنین منو راحت کنین یا نه. مامان جان شما هم گیری دادی، این پیرمرد کاری نداره به کسی، نشسته یه گوشه واسه خودش. کاری نداره؟ اصلا از صبح که پا میشه شما نمیدونین چقدر برای من مشکل تراشی میکنه. شده یه خاله زنک، به کار این کار داره، به کار اون کار داره، نمیدونین اصلا شما خبر ندارین خاله که زنک، خاندان افشار و خاله زنک اصلا امکان نداره. امکان نداره. همین دیروز دماغ پسر کاظم آقا عمل شده، بیا ببین چه نظراتی میده، اصلا دماغ منو در آورده. این دماغش عمل کرده. پس بالاخره اون اضافه بنا رو تخریب کرد. البته این یه افتخار خیلی بزرگیه برای جامعه جراحان پلاستیک جهان حتی. ولی نیما یکی از تفریحات سالم خانوادگی رو از دست دادیم کلا. حالا اون دماغش عمل کرده، اون قد کوتاهشو میخواد چیکار کنه؟ حالا قدشو کاری نداریم، ولی دماغش عمل کرده شاید قدش. بس دیگه، من دارم راجع به باباتون حرف میزنم، شما که از باباتونم بدترین. من دارم میگم ببینید چی بشه، مثل یه امروزی یکی در خونه ما رو بزنه، بیاد تو دست این آقا رو بگیره با خودش ببره بیرون که من بتونم یه نفس راحتی بکشم. مادر جون امروز هم که آقا مامان جان حالا چه اصراری این بابا، کاری به کاری کسی نداره. شما هم که همیشه مهمون ندارین بیاد بشینه خالی زنک بازی کنه. کاش همش مهمونی بود. بهش میگم آقا برو این کیسه جارو برقی رو خالی کن، میره موتور جارو برقی رو خالی میکنه. میگم آقای محترم برو آنتن تلویزیون رو درست کن، دل و جیگر تلویزیون رو خالی میکنه میاره میذاره وسط میز. خب حالا شما میفرمایید من چیکار کنم؟ مامان جان شما عجب گیری دادین ها. این آقا جون بعد 30 سال بازنشسته شده، بنده خدا دلش به بازو بسته کردن همین 4 تا پیچ و مهره خوشه دیگه. باشه فیلم بزن. پاشین، من فکر میکنم یه کاری کرده. خودشه، ناصر خودشه. باشه مادر جون شما خودشه. 500 بار نه حالا میخوام ببینم خودشو برق نگیره بکشدش. مامان جان برو ببین. آروم باش. وای خاک به سرم کنن ناصر، به داد بابات برس. کار کردی آقا جون؟ چی شده؟ خوبی بدش. داشتم تلویزیون رو تعمیر میکردم، میخواستم اینم برق داره و دستم تر کردم 2 تا سالی سیما گرفتم، مثل این که برق گرفته باشه. اما آقا جون توف زدی، پس فازمت اینجا چی کاره است؟ من از این سوسول بازی خوشم نمیاد بابا. یادم فنده مثل من با دست خالی بدون فازمت هم میتونه کار بکنه بابا. خیلی خوب آقا جون قربون این فنی بودنت برم. آخه فکر نکردی اگه یه حال بلایی سرت بیا سویات سر من کم میشه؟ ببینین شما دوتا رو میگم اگر براش کاری نکنی من خودم کاری براش میکنم. متوجه شدین آقایون؟ چشم جون چشم. به آقا فیروز، چه لبخند دلربایی، خوشحالی ها؟ بالاخره ما نمردیم و این لبخند زیبای شما رو دیدیم. آقا چیزی شده؟ سلام آقای دکتر افشار. دکتر افشار سلام از بنده است آقای دکتر. من خیلی خوشحالم که بالاخره شما جایگاه واقعی یه روانشناس رو به عنوان دکتر پذیرفتید. آقا من چیزی گفتم؟ ولی همین الان گفتید شما دکترای بدحسابی و بیخیالی دارید. آقای دکتر این قبضای واحد شما، هزینه تعمیر آسانسور، موتورخونه 5 ماه شارژ عقب افتاده که اگه تا آخر ما پرداخت نکنید بعد جور پلاسون جمع کنید اینجا تشریف ببرین. بفهمید اینا همش مال من آقای دکتر. بله ولی آخه ولی بیبری همین که گفتم. بفهمید. فهمیدی چرا میخندیدن؟ بله فهمیدم. کجا؟ با آسانسور دارم میرم دیگه آقای دکتر. آسانسور به اونایی که بدهی دارن خرابه. اپله تشریف برین پاهاتون واشه. آقای دکتر بفهمید. بله چشم. بفهمید. اومدم طبق معمول یه خبر خوب بهت بدم، خوشحالت کنم و برم. این طبق معمول خیلی خوب اومدی. حالا چی از خبر خوشت؟ واسه آقا جون کار پیدا کردم. کار؟ برای آقا جون تو؟ حالا چی هست این کاره؟ با خانم سهرابی شریکم صحبت کردم، آقا جون بیاد همینجا کار. چی گفتی؟ اینجا؟ اونم به همین سادگی قبول کرد دیگه نه؟ کی گفت به همین سادگی؟ پس چی؟ یه ساعت در مورد تاثیر روانشناسی در ورزش قهرمانی باش حرف زدم. من نمیفهمم این چه ربطی به کار آقا جون داره؟ بابا چرا خنگی تو؟ خانم سهرابی شریکمون میگم، وقتی فهمید تو قراره بشی روانشناس باشگاه ما خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، قبول کرد. تو رفتی از طرف خودت سرخود گفتی که من میام روانشناس
اصلا حرفش هم نزد، امکان نداره. شوخی میکنه دیگه نه؟ وقتی پای خوشحالی آقا جون و مامان جون وسطی، من با هیچ کس شوخی ندارم. ببین الکی پای خوشحالی آقا جون و مامان جون وسط نکشا. من زیر بار این کار نمیرم ناصر، گفته باشم. بدبخت اگه آقا جون بیاد اینجا حساب کتابای اینجا رو دستش بگیره، تو هم از شهر سرابی راحت میشه. هیچ سر بوج به سر بوج نمیاد میگه تخلیه کن تخلیه کن. تو کی میخوای این چیزا رو؟ من زیر بار این حرفو نمیرم ناصرا. من امکان ندارم چی کاری رو بکنم. مفهومه؟ اینطوریه؟ اینطوریه باشه. برای خودش میبره میدوزه. سلام مامان جون، مژده بده برای آقا جون کار پیدا کردم. من قربونت برم. همینجا تو ساختمون خودمون. ای بابا چرا گریه؟ آخی داری گریه میکنه نازی. نه هنو تموم نشده، مونده موافقت آقای دکتر. همین دکتر خودمون دیگه، دکتر نیما. به هر حال شرط دیگه اونم. من تو مطبشم. آره مامان جون. بذار گوشی رو میدم خودش بهت بگه. گوشی مامان جون، بیا خودت بهش بگو. از دست کار تو ناصر. الو سلام مامان، خوبی؟ چرا گریه میکنی مادر جون؟ منم خوشحالم. بله منم خوشحالم. من فقط یه چیزی میخواستم بگم. بله منم تبریک میگم مادر. خیلی خوب، حالا من شب میام خونه با هم صحبت میکنیم باشه؟ آره اینقدرم گریه نکن قربونت برم. خداحافظ. ناصر گفته باشم من سر حق و حقوقم یک قرون کوتاه نمیام. مفهومه؟ خب بفرمایین دهنتون رو شیرین کنین. به آقا این شیرینی خوردن داره. بله. نظر خودتون چی آقا جون؟ شما چه پنهون؟ منم تو خونه حوصله‌ام سر رفته. به 1000 دوز و کلیک سری خودم رو گرم کنم که یه وقت کاری نکنم مادر رو از دستم ناراحت بشه. دستی شما درد نکنه آقا که اینقدر فکر ما هستیم. پس تمومه دیگه آقا جون. من موافقم بابا جون. وقتی یه طوری باشه که مادرتون بتونه دوری منو تحمل. آقا شما همیشه سایتون بالا سر ماه. خیلی ممنون از شما دوتام، خیلی ممنون. حالا چرا اینقدر بغض میکنی مادر جون؟ واقعا به وجودتون افتخار میکنم. نمیدونین چقدر خوشحالم که شما دوتا اینقدر خوب تربیت شدین و بزرگ شدین. ناصر به من گفت که توی باشگاه تو قبول کردی که مجانی اونجا کار کنی. نمیدونی اصلا چه حالی شدم مادر، چه حالی شدم. شب کن ببخش مادر. ناصر تو به مادر نگفتی من حاضرم مجانی تو باشگاهتون کار کنم؟ آره دیگه. تا کی میخوای کارهای خوبتو پنهون کنی؟ بذار همه بفهمن پشت این چهره کریه و خلافت چه قلب مهربونی وجود داره. کریه و خلاف چی داری ما بعدن راجع به این قضیه مفصل با هم صحبت می‌کنیم. حالا بچه‌ها ناصر نیما جون ببینم کارش کلیشه‌ای نباشه دا. یعنی چی کلیشه نباشه آقا جون؟ یعنی بابا جون بعد 30 سال کاری پربار کارش متفاوت باشه. فرق متفاوت. ای بابا این تفاوت‌ها رو خود آدما به وجود میارن دیگه تو کارشون. حالا ببینم برای این کار چقدر به من پول میدن؟ با خود سهرابی هنوز صحبت نکردم. نفهمیدم. با خود سهرابی حرف نظره پس فایدهش چیه بابا جان؟ نه دیگه من با خانومش صحبت کردم، با شریکم. خانومش فایدهش چیه بابا؟ نه دیگه اون جرئت نداره رو حرف خانومش حرف بزنه. ها خب اگه اینطوره پس طوری من که 100% مخالفم. یعنی چی؟ من بهشون قول دادم. خانم شما خیلی بیجا کردین، بدون موافقت من قول دادین. بفرمایید من خیلی گرفتم. نه خیلی بفرمایید بشینید. باز تو چشت به دو نفر خود پات از گلمت دراستر کردی ها؟ همین که گفتم. لطفاً بفرمایید من خیلی گرفتم. نه خیلی بفرمایید بشینید. مثل که یادت رفت نصف بیشتر ساختمون مال منه ها. من میگم که اگه اجازه بدید ما بریم، شما مشکلاتتون که حل شد میرسیم خدمت. کی گفته ما مشکل داریم؟ باز شما تو مسائل خصوصی ما دخالت کردی آقای محترم. خیلی معذرت میخوام خانم دکتر. تو عادت کرده کار مردم دخالت بکنی؟ من چیزی نگفتم. به حال ما توافق کردیم که من مدیر ساختمون بشم. الان هم توافق میکنیم آقای افشار مدیر ساختمون بشه. هم تو کارت کمتر میشه، هم بیشتر به ما میرسی. آفرین. خانم من خودم هم اضافی ام، چرا باید موافقت کنه بگی بیارم بذارم وردستم؟ وردست نه، من رئیسم، من باید نفر اول باشم. آفرین. آقا ما با اصلش مخالفیم، شما دنبال حاشیه‌ای. اصل میشه کاری نیست.
یعنی چی کاریست؟ چرا بی خود حرف میزنی؟ بذار آقای افشارم در جریان سختی کار قرار بگیره. چه سختی خانم؟ یادت رفته چند شب موندی اینجا حساب کتاب ساختمون رو راست و ریز کنی؟ خانم پارسال خود حساب کتاب به هم ریخته بود همین. البته آقا جون من خودش حسابدار بوده، این کارا خوراکشه. فقط این نیست که آقا ناصر، مدیر ساختمون باید شجاع و دلیر و پرمسئولیت باشه. آفرین. همین پارسال مطب دکتر ملکی آتیش گرفته بود. کی دکتر رو از اونجا نجات داد؟ کی شب تا صبح بالا سرش موند؟ کی ساختمون مطب رو درست کرد؟ پارسال؟ کی؟ بله پارسال من خیلی ترسیده بودم خانم سهرابی. آی دکتر اومدن مثل پلنگ رفتن و هومن رو نجات من همیشه باید خجالت کارای تو رو بکشم. من کاری نکردم که هر مدیر ساختمون متحدی انجام میده. حالا اینو بگم بیچاره در سال 2-3 بار باید بره تو این سمینارهای مدیریت ساختمون شرکت کنه. وقتی برمیگرده اصلا پوست استخون میشه. من مسئولیتی قبول کردم، باید با شما میستادم. حالا دیگه بسته دیگه، تو زحمت خودتو کشیدی، الان باید این روحیه فداکاری تو صرف خانوادت کنی. ولی آخه من نظری ندارم. پس با یک رأی موافق و یک رأی ممتنع تصویب شد. ببینید ما همیشه اختلافاتمون رو با گفتگو حل میکنیم. پس کی حساب کتاب رو تحویل آقای افشار میدی؟ نه دفترها خیلی بدخط بعد پاک نویس بشه. اشکال نداره، تو همین امروز عصر وقت داری شما اینا رو پاک نویس کنی، تحویل آقای افشار بدی، شبم زود برمیگردی خونه، میخوایم بریم کنسرت و تئاتر. خیلی خوب میشوریمش دیگه. نازنین خانم لطفا خوب پاک کنین چیزی لاش نباشه. بله مادر چشم سعی میکنم. ناصر پاشو. به افتخار مدیر جدید ساختمون بیا شده، بیا بالا، بیا. آقا جون کیف کردم واقعا که مدیریت جدید ساختمون پزشکان برازنده هیکلته. وای آقا جون واقعا به تو تبریک میگم. ای بابا عروسی گلم، نیما، ناصر، بابا جون، مدیریتی ساختمون فاکستانی که اینقدر خوشحالی و تبریک گفتم ندارد بابا؟ اختیار داری آقا جون. مدیریت تو هر جایی که بخواد باشه مشکلات و مسئولیت‌های خودشو داره. شما میتونی از پسش بر بیای. نفهمیدم. تو به من شک داری؟ من نه آقا جون. تو به من شک داری؟ من چیزی نگفتم آقا جون. مدیریت تو خونی منه. بله. من اصلا مدیر به دنیا آمدم بابا. تو دهنت بزنم. من حرفی نزدم که. نه جونی من یه چیزی بفرمایید. مادر جون شما دیگه برای چی دارین گریه میکنی؟ اسم مدیریت و این چیزا اومد یادم افتاد اون موقع که بابات اومد خواستگاری مرد. مامان جون آخه مدیریت آقا جون چه ربطی به خواستگاری داره؟ آخه بابات خیلی اومد خواستگاری من، همش همینطور تو دور و محل و همه همسایا میگفتن خیلی جلفه. بعد آره بابام رفت برای تحقیق و اینا، دیدیم انقدر خوشحال برگشته. ببخشید آقا، دفتر آقای فرید افشار کجاست؟ این تو راهرو سمت چپ. خیلی ممنون. خواهش کنم. همکاران عزیز، من به عنوان مدیر این مجموعه به شدت با تجربی و کارهایی که باعث خدشه در کار شرکت بشه برخورد میکنم و مطمئنم که با نظم چه جوون با کمالاتی بود ما نمیدونستیم. هر مشکلی قابل حله و البته بهتری مزاحم کارشون نشه. همکاری تک تک شما ها هم. خلاصه اون روز بابام اومد با چه خوشحالی. گفتیم چی شده؟ گفت نه تنها این مرد اصلا جلف نیست بلکه بسیار بسیار مرد زندگیم. آخه چه قشنگ. اینا رو قبلا تعریف نکرده بودین آقا جو؟ شما یادتونه جلف نبودین و اینا رو؟ من بابا. همکاران عزیز، من به عنوان مدیر این مجموعه به شدت با تجربی و کارهایی که باعث خدشه در کار شرکت بشه برخورد میکنم و مطمئنم که با نظم و انضباط و همدلی هر مشکلی قابل حله و البته روی همکاری تک تک شماها هم حساب میکنم. دیدین وقتی سرفه میکنه میگه که ببخشید همکارم. خود جعفری هم به این باحالی نمیگه. جونی من یه بار دیگه ازش نه دیگه خودت رو لوس نکن. نوبت من. این مدیر پشتیبانی جدید دیدید؟ رسولی رو میگوی؟ فکر کنم آره خودشه.
دیدی چطوری حرف میزنه؟ انبارگردانی. آقا جون میگم خیلی رفتین تو فکر قدیم ندیمه ها. آره بابا جون، خب میدونی اون قدیم ندیما ما خیلی از این جلسات داشتیم، خیلی از این بحثا داشتیم، اما الان هرچی فکر میکنم نمیدونم کدومشونه. حالا خاطراتو ولش کن. امروز چه خبر بود؟ هیچی بابا جون. امروز رفتم دفتر حساب و کتاب و روزنامه و اینا رو همیشه سهرابی هستم. خیلی جالبه که نمیدونست من حساب دارم هستم. خلاصه دفتر رو بررسی کردم، دوتا اشتباهی گنده تو حسابشون پیدا کردم، تو پرداختشون. وقتی بهش گفتم گیج شده بود و به تته پته افتاده بود. آفرین آقا جون، آفرین. این تازه اولشه، یه چند روز که بیاین تمام راه‌ها رو یاد میگیره. آره بابا، آره. ناصر چی رو یاد میگیره؟ چیز دیگه. چی؟ همین منظورم جلوگیری از این خلافکاری هاست. آره همین یه قلمش هم که یاد گرفتم خودش خیلی جلو افتادم. بله حالا امروز یه بس تمامش کنین، فردا ایشالله تو جلسه بقیه حرفامونو میزنی. جلسه؟ آره بابا جون. جلسه چی آقا جون؟ جلسه مراسم معارفه من به بقیه پزشکان ساختمان پزشکان. برای چی؟ خب برای اینکه مشکلات ساختمان پزشکان رو حل کنم بابا جون. آقا جون مشکلات ساختمان پزشکان از من ناصرم که میتونید بپرسین. بابا من مدیر کل ساختمان پزشکانم. میفهمی یعنی چه؟ بله. مدیر کل ساختمان پزشکانم. استوا ناصر فایده نداره، باید بقیه هم باشن مشکلاتشونو بگن. میدونی من از آقای دکتر سهرابی و خانمش هم دعوت نکردم. میدونی چرا؟ برای اینکه اگه اونا باشند و ممکنه بقیه خجالت بکشن نتونن مشکلاتو بگن. اون وقت من اونا رو نگفتم بیان که بقیه راحت حرفاشونو بزنن. آفرین آقا جون، آفرین. بنازدم به این هوش و ذکاوتت. ممنون. متشکرم. ممنون. خب حالا که با هم آشنا شدیم، هر کس هر سوالی داره میتونه از من بپرسه. جناب افشار میشه ایشونو معرفی کنید؟ بله. اصلا که ایشون آقا فرخ دستیاری من، دوستی پسرم ناصر هستن. نوکرتیم آقا. ببخشید آقای افشار، میخوام بدونم چه برنامه‌هایی برای بالا بردن سطح خدمات و نظافت این ساختمون دارین شما؟ حالا من در جواب سوال شما یه سوال از خود شما میکنم. خواهش میکنم. ای کسی برای برنامه نظافتش برنامه ریزی شخصی و جمعی نداشته باشه اصلا میتونه برنامه ریزی بکنه؟ نه قاعدتا نمیتونه. آفرین بر شما. با هم پچ نکنین، حرف نزنین. من میخواستم که بپرسم که اگه شما دکتری چی؟ اورولوژی. اون وقت یه اورولوژ نباید اول اجازه بگیرید بعد سوال کنه؟ اجازه هست؟ بفرمایید. خواستم بدونم که اوضاع ساختمون بهترم میشه، میتونیم امیدوار باشیم؟ اون وقت اصلا اگه امید از شما بسونن میتونه این کار انجام بده؟ اجازه هست؟ نه خیر. کار دارم. چی کار داری؟ بیشین سر جا. وقتی جلسه تموم شد برو کارو بکن. از این یاد بگیرین. ببینید چقدر ساکت نشسته. ببخشید من یه چیزی میخواستم بپرسم. این جا پارک ماشین من خیلی بده، میتونم جا پارکش عوض کنم؟ از اون سوالا خیلی بیمزه بود. خب 5 تومن بده به مأموری شهرداری جا پارک نشونت میده. ببخشید آقا جون، منم همین مشکل جا پارک دارم. میتونم جای پارک ماشینمو عوض کنم؟ شما هر جا که دلت بخواد میتونی پارک کنی. ممنون. بله. خب یه حرفمون تموم شد. هر کس هر مشکلی داره راجع به ساختمان پزشکان این کاغذا که جلوش گذاشتم روش مینویسه. نیم ساعت هم بهتون وقت میدم که هر چه دلتون میخواد بنویسین، بعد میدن به من، بعد میفرستم جمع کنیم. از حالا شروع شد. خیلی خوب بس است دیگه، وقت تمومه. برجه ها بالا دیگه هیچ کس هیچی ننویسه. فرخ جمع کن. چشم. جمع کن. بده من. من قول میدم در اسرع وقت به خواسته هاتون رسیدگی کنم. خیلی هم ممنون. سلام بفرمایید. سفارش قهوه آقای دکتر آوردن. آقای دکتر قهوه سفارش دادن؟ بله. بذارین رو میز من براشون. نه با خودم باید تحویلشون بدم. زود باشید. یه لحظه اجازه بدین. سلام آقای دکتر، قهوه‌تون رو آوردن.
مطمئنی؟ بله من خودم هم متوجه شدم. زودتر بریم بیرون آقا تا به پلیس زنگ نزدم. پلیس واسه چی؟ شما فکر کردین من نمیدونم میخواین آقای دکتر رو مسموم کنین؟ شما حتما از طرف اون عضو سابق خانواده‌شون که الان دیگه عضو خانواده‌شون نیست اجیر شدین، نه؟ اجیر چیه خانم؟ من و آقای دکتر با هم تلپاتی داریم. ایشون هر چیزی رو اراده کنن من سریع براشون میام. من به نظر آدم خنگی میام؟ نه. خب پس یه قلو پزش بخوریم. خب خانم دهن زده میشه، زشته. باشه. خب بفرمایین بشینیم. کسی داخله؟ نه خیر، میدونیم بعضی از سما هستن که دیر اثر میکنن. سم چیه خانم؟ من با آقای دکتر کار خصوصی دارم. صداتون رو بیارین پایین. به نظرم که چشماتون یکم داره کمسو میشه، نه؟ فکر میکنم که سم داره روی سیستم عصبیتون تاثیر میذاره. خانم شما دارید رو سیستم عصبی من تاثیر میذارید. بذارید من برم داخل. نباید کسی منو اینجا ببینه. فهمیدم. شما میخواین که هیچ شاهدی نداشته باشین ها. قاعدتا بعدش هم میخواین منو سربنیست بکنین. آخه میدونین میخوای منو سربنیست کنی؟ ببینین باور کنه من هیچی ندیدم. مثلا میدونین من خودم از این آقای دکتر دل خوشی ندارم، نه که چند ماه حقوقمو نداده. میخوای قهوه رو بذارین اینجا، من براشون میبرم گپ خودم درست کردم هم، بعدم اثر انگشتتون از رو فنجون پاک میکنم. خانم این حرفا چیه؟ بابا من میخوام برم پیش دکتر وقت مشاوره بگیرم ازش. آها خب چرا از اول نمیگین که مریض هستین؟ نه خانم ببینید من میخوام برم در مورد یکی از آشناهامون باهاش صحبت بکنم. همینو میگم. باشه حالا به هر حال 15,000 تومان میشه. بعد به کسی که نمیگین که من اومده بودم اینجا. اوا خب اگه یکی اومد خواست بره تو چی؟ خب بگین مریض داخله. خب شما که گفتی مریض نیستین. خب الکی بگین مریضه دیگه. ببینین اصول کاری من ایجاب میکنه که من با مراجعینی که میان اینجا صادق باشم. من نمیتونم بهشون بگم که بیمار توی اتاق هست در صورتی که شما تأکید دارین که بیمار نیستین. کاش تو این زن بود. نمردین؟ آخه چرا راست میگفت؟ خوب شد باش بد رفتار نکردم. کسرا جان عزیز من، اینجا نه دریچه‌ای داره، نه پنجره‌ای داره، نه دوربینه داره، هیچی نداره کسرا. آقا کسرا ضبط صوت هم نداری؟ نه عزیز من ضبط صوت داریم، منتها بدون اجازه مراجعه کننده روشنش نمی‌کنیم. بفرمایید بشینید. حالا تعریف کن ببینم. ببین دکتر قبل از هر چیزی باید به هم قول بدی که از این ماجرا به احدی چیزی نگی. من نمیخوام یه سرم پایین باشه. کسرا اولا اینکه اسرار هیچ مراجعه کننده ای از این در بیرون نمیره. بعدش هم مراجعه به یه روانشناس که خجالت نداره. کسرا جان دکتر جان شما که در جریان باورهای غلط مردم هستید. بله در جریان هستم. بعضی از مردم فکر میکنن که اگه یه نفر پیش روانشناس یا روانپزشک بره دیوونه است. دکتر حواست باشه فکر نکنی منم مثل این مریضایی که میان پیش دیوونه. اما حالا چه کمکی از دست من برمیاد؟ ببین دکتر جان من یه سری از استعدادامو نمیتونم تو جمع نشون بدم. میشه واضح تر توضیح بدی چه استعدادی؟ ببین نمیدونم چجوری بگم. من استعداد زیاد دارم. مثلا در مورد آواز. تو همچین استعدادی داری من نمیدونستم؟ آقای دکتر دست شما درد نکنه. از شما انتظار نداشتم منو مسخره کنی. مسخره چه کسرا جان؟ من جدی گفتم، منظوری نداشتم. البته حق دارین. ببین هر کس نتونه استعدادشو تو جمع نشون بده هیچ کس باورش نمیکنه. خب حالا تو چرا نمیتونی استعدادتو تو جمع نشون بدی؟ ببین دکتر من چجوری بگم دست و پامو گم میکنم، شعرها رو یادم میره، بیتا رو قاطی میکنم. تو میدونی نشونه چیه؟ نه. نشونه عدم اعتماد به نفس و تمرکز پایینه که با یه سری تمرینات قابل حله. واقعا؟ بله. خب دکتر از همین الان شروع کن. خیلی خب از همین الان شروع میکنیم. تو شروع کن به آواز خوندن. قبل چشمتو ببند و هر بیتی که میخونی یک نفر رو توی ذهنت وارد این اتاق کن. دکتر از خوندن صحبت نکنیم که از خجالت آب میشه. حتی از من؟ مخصوصا از شما. کسرا جان اینطوری نمیشه. بالاخره باید شروع کنی دیگه. خودت هم باید به خودت کمک بکنی یا نه؟ چشمتو ببند. آفرین. تمرکز کن. 2 نفس عمیق بکش. آفرین. یکی دیگه.
خیلی خوب. حالا هر بیتی که میخونی توی ذهنت یه نفر وارد اتاق کن. شروع کن. دکتر روم نمیشه. کسرا جان عزیز من شروع کن. باشه؟ خب حالا پاتو بنداز پایین. آفرین آفرین. راحت بشین. شروع کن بخوندن. یا آفرین. به به به. یا دکتر کسرا جان میتونی چشماتو باز کنی. آفرین خوب بود؟ کسرا من واقعا تعجب میکنم تو با این صدای خوبه چرا توی جمع نمیخونی عزیز من؟ یعنی تو اگه با این صدا توی جمع بخونی همه عاشقت میشن. خیلی خوب اون آدمایی که گفتم تو ذهنت وارد کردی تو اتاق یا نه؟ آره دکتر، فقط ببین مادر بزرگ دکتر سهرابی هست دامادمون. هر چی سعی کردم این چهرهشو نتونستم تصور کنم. اصلا مهم نیست کسرا جان، اصلا مهم نیست. تو فقط باید یه قولی به خودت بدی، حتی نه به من. باید از همین الان خوندن شروع کنی. ممنونم دکتر، دستتون درد نکنه. موفق باشی. خداحافظ. آفرین. کسرا جان اینم دیگه سرد شدی، دست درد نکنه. آفرین. به به آقا کسرا، شما کجا؟ اینجا کجا؟ سلام فیروز جون، خوبی؟ اومده بودم با دکتر ملکی قهوه بخوریم. دکتر ملکی که هنوز از بیمارستان نیومده. آره همون، اومدم دیدم نیست، دارم برمیگردم. پیش افشار بودی؟ حالا گیرم که پیش افشار بودم. شما مشکلی داری؟ نه، گفتم سر ماهه، شاید بخوای ماهیانه ما رو بدی. ماهیانه چیه؟ من که تو این ساختمون نیست. ببین فیروز جون، اینو بهت میدم، ولی وای به حالت اگه کسی بفهمه که من پیش افشار بودم. نه خیالت راحت باشه، دهن من چفته. بهتره که باشه. خداحافظ. سلام. پیش نیما بودی؟ مطمئن باشیم پیش نیما بوده. بله خب حتما پیش آقای افشار بودن دیگه. اصلا بودن که بودن. ای بابا خودتو کشتی مرد از سر شبه ها. بیا حالا یه چیزی بخور دهنت خشک از این حالت در بیاد. خانم من مسئولیت قبول کردم. الان چشم امید یه عده به من است. من باید نظرات همشونو بخونم، بعد تصمیم بگیریم که باید چی کار کنم. من چیزی نمیخوام. دارم میگم بخور. نه خیر. بابا شما تو محبت کردن با هم دعوا میکنین، همدیگه دوست داشته باشین. آقا جون چرا اینو چسبوندی به دماغت؟ عینکم که داری. از بس خطی دکترا بده، اصلا قابل خوندن نیست بابا. اساسا موضوع خط برمیگرده به ژنتیک آقا جون، ربطی به شغل آدم ها نداره. تو ربطی نداره؟ من بهت ثابت میکنم چه ربط داره. یه اینجا بشین تا بهت ثابت. بله این بابا جون بفهم. مثلا این خطی دندون پزشکی، خانم دندون پزشکی، خانم محجوب. بله همین که شما میفرمایید. بله چه خطی؟ همه حروفش توی یه ردیفه. گوش کردی؟ اون وقت ببین حرفا سینا الف همش یه اندازه است. آره اون وقت وسط جمله هاشم پر کرده است. راست میگه، یه ردیف دندون. آره اون وقت خط کتی رو نگاه کن، همچی بفهمی نفهمی یا در هم ارتوپد داره نگاه کن. خط شیکسته ارتوپد دیگه آقا جون. اون وقت این یکی اورولوژ مره نگاه کن بابا. نه آقا جون خیلی خوب. حالا خط من چطور آقا جون؟ خط تو. آها به باریچلا آواز خطت خیلی قشنگ. هر حال ژنتیکیه به شما رفتیم دیگه. خاصیاتش این است که برات بگم اوضاع خیلی خرابه است بابا. ببین این آسانسور خرابه. بله. شوفاژ خونه خرابه. موتورا خرابه.
از همه مهمتر کلی حساب و کتاب عقب افتاده هست که باید بهش اونا رو که رسیدگی. من از حلقومشون میکشم بیرون. از اوضاع تقریبا هیچ تعریفی نداره. آره بابا جون. آره. شما هیچ قصه نخورین. باباتون مرد روزهای سخت زندگیه. آره بابا جون، مادره رو راست میگه. اصلا بابا مثل اینکه قسمت است که من مدیریت ما تو اون ساختمونا با مدیریتی بحران شروع کنم. آقا جون مدیریت بحران دیگه چه سیغه‌ایه؟ ببین بابا، یعنی این که من بشینم فکر کنم تصمیم بگیرم که برای حل مشکلات ساختمان پزشکان چی کار باید بکنم. آقا جون یه وقت این اشتباهو نکنین. چه اشتباهی بابا جون؟ من تو حبس که بودم با این مدیران که زندانی بودن کلی نشست و برخاست داشتن، حسابی چیز میز یاد گرفتن. مثلا چی یاد گرفته بابا جون؟ ببینید آقا جون تو مدیریت حال حاضر وجود نداره. نمیفهمم چی میگویی بابا. یعنی چی؟ الان براتون توضیح میدم. مدیریت در واقع برآیند آینده و گذشته است. خیلی ساده است دیگه، خیلی ساده است. یعنی وقتی به مدیریت میرسی کارهای مدیر گذشته رو بی ارزش کن، بعد وعده‌های گنده بده برای آینده. بابا آره خیلی مهمه. ببینید مثلا مربی فوتبال خب همچی که میاد سر کار میگه آقا تیم خوب بسته نشده، مشکل بدنسازی داشتیم، داوری سرمون رو برید، نمیدونم دستهای پنهان آلوده، نمیدونم فلان. از اون طرف چی وعده قهرمانی میده. این یعنی مدیریت. بله. آقا ناصر اگه اونا مدیرای خوب بودن شما توی زندون ملاقاتشون نمی‌کردید. آره بابا این آقا حرفیه راست میگه. آقا جون قربونت برم. مدیریت اساساً یعنی برنامه ریزی، مدیریت منابع انسانی و آینده نگری و چیزهای دیگه. بله اینو خوب اومدی. در واقع یعنی مدیریت یعنی اینکه یه جوری برنامه ریزی کن که بار خودتو در آینده ببندی. ناصر زشته یعنی. بذارم اینجا تو. خیلی خوب کافیه دیگه. بحث دیگه. با هم دعوا نکنیم. من نظراتی هیچ کدومتون قبول ندارم. به حرفی هیچ کدومتون گوش نمیدم. فعلا هم خسته شدم، میخوام استراحت کنم. بله اگه اجازه بفرمایید ما هم رفع زحمت کنیم. شب بخیر بابا. شب بخیر. خب ناصر جون میگفتی چی یاد گرفته؟ بله آقا جون. اساسا یک مدیر لایق مدیری است که چرا اینجوری حرف میزنی بابا جون؟ آقا جون اگه شما یه بار میذاشین این 4 تا استخون رو تو دندوناش خورد کنم دیگه کارو اینجا نمیکشی. ببینم چی یاد گرفته اونا برای من بگو. کار یادم بده بابا. بله آقا جون. آخه صحیح نیست. اصلا یه توهینه به ما، خجالت هم نمیکشم. حالا همچی چیزی تو این ساختمون اصلا سابقه نداره. سلام همکاران محترم. سلام. چیزی شده؟ چی می‌خواستیم بشه؟ پدر جناب عالی آبرو همه ما رو بردن. یعنی چی؟ یعنی این اسامی بدهکارانی که به زودی با آنها برخورد خواهد شد. اسامی بدهکاران؟ ببخشید کاملتت ببخشید. اصلا حال نکنید آقا افشار، اسم شما اون برادر عزیزتون تو لیست نیست. نبایدم باشه. بله. فامیل بازی که شاخ و دم نداره. دکتر شریفی خواهش میکنم اینجور وصلا به ما نمیچسبه. وصله چیه آقا؟ وصله چیه؟ چرا اسم شما تو این لیست نیست؟ به خاطر اینکه ما همیشه به موقع پول ساختمون دادیم، هزینه هاشو همیشه به موقع پرداخت کردیم. من که باور نمیکنم. البته اصلا مهم نیست، اساسا جای خوشحالی داره برای بنده که بالاخره یک مدیر قاطع پیدا شد تو این ساختمون که بتونه جلوی این خورده مشکلاتو بگیره.